ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон уфуқҳои истиқлол оғоз менамоем. гуфтори 12. ровӣ ализода абдурашид хоҷамқул. боби 3. сиёсати иҷтимоӣ ва натиҷаҳои умедбахши он. حکومت جمهوری تاجیکستان به نیروهای عقلانی مملکت مخصوصاً به رشد علم و معارف، تربیه نسل نوی صاحب دانش و معرفت بلند توجه خاصه ظاهر نموده. در حل مسائل مهم حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خلاصه های علمی، دانش و ملکه و درخواست و پیشنهادات آنها را مورد استفاده قرار می‌دهد. مشاهده و تحلیل ها ثابت می سازند که صرف نظر از مشکلات در این دوره برای رشد باثبات علم و معارف، براه ماندن تکنولوژی های معاصر با استفاده از نیروی علمی جمهوری، از دستاوردهای عالمان اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان و اکادمی های صاحبی و مکتب های عالی، بهر در استحصالات وطنی جاری نمودن دستاوردهای عالمان تاجیک کارهای معین به انجام رسانیده شدند. می توان گفت که امروز تفکر تکنیکی، تکنولوژی معاصر و جهانبینی اطلاعاتی به عاملهای مهم و پیشبرنده اقتصادیات و آینده جامعه تبدیل یافتند. جهت صاحب شدن به مقام ارزنده در عرصه جهانی، هر یک شهروند جمهوری را ضرور است که فعالیت خود را با نظر داشت طلبات زمان معاصر براه مانده، تمام امکانیت ها را بهر تربیه و به کمال رسانیدن نسلی با فرهنگ و وطن پرور، وارثان ارزنده سرزمین اجدادی، اینچنین تیار کردن کادرهای صاحب معرفت و بلند اختصاصی جوابگوی زمان معاصر روانه سازد. با مقصد روح بلند گردانیدن عالمان و دستگیری ساحه علم ناوابسته به مشکلات سیاسی و اقتصادی، سال 1996 در اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان با عالمان کشور ملاقات دایر نمودیم که این واخوری برای دایره های علمی مملکت برنامه مکمل فعالیت گردید. ما در این واخوری و صحبت آشکارا با دانشمندان مسئله های مشکلات ساحه علم و مؤسسه های علمی و تحقیقاتی را در دوره گذشته و راه های حل و فصل مشکلات موجوده ساحه مذکور را مورد بررسی قرار داده، نقش تقدیرسازی علم و نیروی ذهنی و عقلانی جمهوری را در رشد و پیشرفت منبعده اقتصاد و فرهنگ و تفکر سازنده و وطن دوستانه شهروندان مهم ارزیابی نمودیم. یکی از وظیفه‌های مبرم و مهمی که در نزد رهبریت اکادمی علمها همچون مؤسسه پیشبری این ساحه و اینچنین تمام عالمان گذاشته شد، مطابق نمودن علم به شرایط نو و طبق طلبات حیات اقتصادی و مادی و معنوی جمهوری براه ماندن فعالیت علمی و علمی و تکنیکی محسوب می یافت، زیرا اکثر علاقمندان علم می دانند که عصر 21 عصر رشد با سرعت علم و تکنیک و تکنولوژی های نو
ظهور افقهای نوی علم و تحولات جدی علمی و تکنیکی می باشد. از این رو ما دعوت به عمل آوردیم که عالمان و کارمندان اکادمی علمها، مؤسسه‌های تحقیقاتی و مکتب‌های عالی جمهوری در سمت پژوهش، تربیه متخصصان و کادرهای علمی چاره‌های ضروری اندیشیده بهر بلند برداشتن سطح و صفت و فعالیت پرثمر علمی از همه امکانیت‌ها ثمرناک استفاده نمایند. امروز علم بی‌شبهه به یک رکن مهم اجتماعی و منبع ارزشمند، نیروی استحصال کننده و ثروت بی‌بهای زندگی بشر تبدیل یافته است و در این زمینه حیات و پیشرفت جهان معاصر تقاضا می نماید که هر یک شخص در جامعه باید صاحب دانش و معرفت و کسب و هنر باشد. این اقدام ما طلب زمان نو می باشد، زیرا در ابتدای عصر 21 ملت تاجیک به اقتصاد و استحصالات زمانوی جوابگوی منفعت‌های دولتداری ملی، تطبیق دستاوردهای تمدن بشری و علم و تکنولوژی نو، نسل دارای تفکر سازنده و دانش و جهانبینی معاصر که برای رشد و آبادی آینده تاجیکستان صاحب استقلال صادقانه خدمت نماید احتیاج دارد. در عملی نمودن این مقصد و وظیفه ها پیش از همه باید اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان و اکادمی های صاحبی سهمگذار، راهنما و پیش صف باشند. در این دوره برای تشکیل، اداره و استفاده ثمرناک علم و ذخیره ذهنی جمهوری، قانون جمهوری تاجیکستان درباره علم و سیاست دولتی عاید به علم و تکنیک سال 1998، قانون جمهوری تاجیکستان درباره اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان سال 2002 و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان درباره شورای هماهنگسازی کارهای علمی و تحقیقاتی در ساحه علمهای طبیعت شناسی، تکنیکی، طبی، گومانیتری و جمعیتی از 18 ایولی سال 1996 درباره تأسیس کمیسیه اتستاسیونی جمهوری تاجیکستان دایر به اتستاسی کادرهای علمی و علمی و پداگوژی تخصصی عالی از 1 سپتامبر سال 1997 درباره اصلاحات نظام مبلغ گذاری علم از 22 آگوست سال 1997 درباره کنسپسیون سیاست دولتی علمی و تکنیکی جمهوری تاجیکستان از 15 مارس سال 1999 و درباره تصدیق نمودن ترتیب اکریدیتاسیون دولتی مؤسسه‌های علمی از 3 فوریه سال 2000 قبول گردیدند که برای تنظیم فعالیت علمی در جمهوری خیلی مهم بودند. قبول گردیدن سندهای معیاری حقوقی ذکر شده برای مرحله اولی اصلاحات ساحه علم در جمهوری که تا سال 2000 را در بر میگیرد، در سمت تشکیل و اداره کنی علم و مؤسسه‌های علمی، هماهنگسازی موضوعهای علمی و تحقیقاتی که از حساب دولت مبلغ گذاری شده در مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و کافدره‌های مکتب‌های عالی به انجام رسانده می‌شدند، نظام نوی مبلغ گذاری ساحه علم از اتستاسی گذرانیدن کادرهای علمی و علمی و پداگوژی تخصصی عالی که
در کشورهای گوناگون رساله‌های نامزدی و دکتری حمایه نمودند. ترتیبی از اکریدیتاسیون دولتی گذرانیدنی مؤسسه‌های علمی و اینچنین کنسپسیون سیاست دولتی برای رشد منبعی علم و تکنیک در شرایط استقلالیت دولتی مساعدت نمودند. در زمینه این سندها مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و مکتب‌های عالی تدریجاً به روندهای نو مطابق گردیده برای رشد استوار و پیشرفت مملکت در سمت‌های گوناگون حیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری سهم خود را گذاشتند. برای این ما سیاست مقصدناک و هدفمند را دایر به تربیه متخصصان و کادرهای علمی و پداگوژی پیش گرفته جهت تأمین نمودن طلبات مؤسسه‌های علمی، مکتب‌های عالی، کارخانه‌های صناعتی و دیگر ساحه‌های خواجگی خلق مملکت تدبیرهای ضروری را عملی نمودیم. راهبریت دولت و حکومت کشور در همان سالها خوب احساس می نمودند که در زمان معاصر رقابت پذیری دولتها بیشتر از روی امکانیت‌های آنها در تشکل جامعه اطلاعاتی که دانش‌های نو را تولید و ثمرناک عملی می سازند مقرر می گردد. در این روند علم و دانش به ساحه مهم تبدیل می یابد که برای پیشرفت تمام ساحه‌های حیات جمعیتی مساعدت می نماید و مهنت فکری عامل مهمترین رشد استوار و امنیت هر یک کشور به حساب می رود. از این رو نیروی ذهنی جامعه در جهان معاصر به چینکی مهم و معین کننده رشد تبدیل یافته ضعیف گردیدن آن در مد اول به امنیت و استقلالیت کشورها تأثیر می رساند. با این مقصد ما تعداد مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی، مرکزهای علمی، مکتب‌های عالی را زیاد نموده برای کارمندان علمی و عالمان شرایط خوبتر مهیا کردیم. در برابر این جهت آماده کردن اشخاص دارای درجه و عنوانهای علمی از جمله نامزد و دکترهای علم، پروفسور و اکادمیک ها تدبیرهای علاوگی را راه اندازی نمودیم. از این رو در نزد حکومت جمهوری ضرورت تهیه و قبول برنامه مخصوص عاید به تربیه کادرهای علمی پیش آمد. با نظرداشت وضع موجوده قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تصدیق برنامه تیار کردن کادرهای علمی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2009-2015 قبول گردید. مورد ذکر است که امروز نه تنها مؤسسه‌های علمی و مکتب‌های عالی جمهوری ما بلکه تمام پژوهشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های علمی عالم از نرسیدن عالمان و متخصصان تنقیسی می‌کشند و بهر جلب ذهن‌ها میان کشورها رقابت جدی وجود دارد. آموزش مسئله مذکور ثابت نمود که ضعیف گردیدن نیروی ذهنی در جمهوری ما با مشکلات در این سمت داشته کشورهای خارج نیز عمومیت‌ها داشته همزمان خصوصیت‌های خاص خود را دارد که در برنامه مذکور راه و وسیله‌های برطرف ساختن این مشکلات بیان یافتند. اقدامات سری وقتی دایر به دستگیری عالمان جوان و اسپرانتان و عنوانجویان از قبیل تأسیس استیپندیاهای پرزیدنتی و جایزه ها، بلند برداشتن استیپندیا و تأسیس خوابگاه مخصوص برای اسپرانتان و غیره
باعث دلگرمی و هوسمندی عالمان جوان به این کسب پرمشقت و پر افتخار گردید. چنانچه بعد از این اقدامات حکومت جمهوری تاجیکستان تعداد قبول به اسپیرانتور از روی همه اختصاصها رو به افزایش آورد. مثلا امروز قبول به اسپیرانتور اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان در مقایسه به سال 2001 2 مراتب افزوده است. در مجموع در سال 1992 تعداد اسپیرانت ها در مؤسسه های گوناگون علمی جمهوری 500 نفر بود و این رقم در سال 2000 به 839 و در سال 2016 به 1378 نفر رسید. علم در شرایط معاصر نقش کلیدی داشته بر رشد و ترقیات دولت مساعدت می نماید. در کشور ما در شرایط امروزه رشد علمهای بنیادی مهم و افضلیتناک بوده. پیشبرد کارهای علمی و تحقیقاتی وظیفه اولین درجه عالمان این ساحه به شمار می رود که آن بهبودی جدی می خواهد. از این رو در پیام نوبتی خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مقصد بهتر نمودن نتیجه کارهای علمی و تحقیقاتی در این سمت و استفاده عملی آنها در رشد استحصالات وطنی پیشنهاد نمودیم که در ساختار اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان مرکز تحقیقات تکنولوژی اینواتسیونی تأسیس داده شده. دانشمندان تکنیکی و تکنولوژی، جوانان بالیاقت و اختراعکار به کارهای علمی و پژوهشی جلب کرده شوند. نتیجه های علمی در زمان استقلالیت دولتی به دست آورده عالمان کشورمان از استوار شدن موقع علم و نقش آن در اقتصادیات، اجتماعیات، معارف و فرهنگ جمهوری گواهی می دهند. در مجموع در زمان استقلالیت دولتی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان زیاده از 70 سند مهم دولتی دایر به همکاری های بین المللی در ساحه علم و تکنیک و تربیه کادرهای علمی قبول گردیده. عین حال در این سمت با زیاده از 30 کشور خارجی نزدیک و دور از قبیل ایالات متحده امریکا، آلمان، فرانسه، یونان، لهستان، چین، ژاپن، اسلوونیا، خرواتیا، اسرائیل، ایران، پاکستان و غیره همکاری های سودمند براه مانده شده. مهم بودن قبول سندهای مذکور پیش از همه از آن برمی آید که علم عصر 21 در حل مسئله های رشد استوار اقتصادی جهان، کشف کیهان، حل مشکلات گلوبالی از قبیل کمبزاعتی، خراب گردیدن محیط زیست، امنیت در ساحه آذوقه‌باری و تأمین اهالی کره زمین با آب آشامیدنی و خصوصاً مسائل رشد انسان نقش مهم و بارز می‌گذارد. یعنی حل تمام مشکلات زمانی معاصر در مد اول بر دوش علم واگذار است و این وظیفه برای تمام سیاره مهم بدون همکاری‌های بین المللی، استفاده از دستاوردهای کشورهای گوناگون، به متحد نمودن نیروهای ذهنی و عقلانی بشریت از امکان بیرون است. محض همکاری‌ها و تحقیقات مشترک علمی، نشر و دسترس گرداندن نتیجه‌های پژوهش و ادبیات علمی، مبادله اطلاعات علمی
و متخصصان می تواند علم را به اسلحه مهمی حل مشکلات موجوده جهان معاصر تبدیل دهد و محض توسط این همکاری ها عالمان تاجیک امکان پیدا می کنند که در حل مشکلات جمهوری تاجیکستان و جهان سهم گذار باشند. عالمان ورزیده اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، اکادمی‌های ساحوی و مکتب‌های عالی جمهوری در ساحه‌های گوناگون علم، متماتیکا، فیزیکا، استروفیزیکا، زلزله شناسی، گیولوژیا، هیدروانرژیتیکا، اکولوژیا، بیولوژیا، تاریخ، فلسفه، فیلولوژیا، شرق شناسی، اقتصادیات و دموگرافیا نتیجه های مهم علمی به دست آوردند. در عین زمان دقت دانشمندان و محققان مؤسسه های علمی جمهوری به تدقیق و آموزش مسئله های علمی و تکنیکی از روی سمت های افضلیتناکی برای جمهوری مهم مثل رشد هیدروانرژیتیکا، استفاده کامپلکسی و استوار ذخیره های آب، استفاده منبع های غیر انعنوی از نگاه اکولوژی تازه برقرار شونده انرژی، کارکرد تکنولوژی های کارکرد دوباره الیومینی و استحصال مصنوعات تیار، مانیتورینگ حالت سیسمولوژی در مملکت، اصول های پیشگویی کردن زمین جنبی، بهادهی خطر سیسمیکی در حدود شهرها و محلهای اهالی نشین، منطقه ساختمان کارخانه‌های کلان صناعتی و انشاءات هیدروتکنیکی، مانیتورینگ رادیاسیونی و امنیت رادیاسیونی اهالی و محیط زیست، تدقیقات کامپلکسی گوناگون شکلی بیولوژی، فلورا و فاونا، گنفاند، ذخیره های بیولوژی و غیره روانه کرده شده است. باب 3. سیاست اجتماعی و نتیجه های امیدبخش آن. دوم، رشد ساحه معارف در دوران استقلالیت دولتی. مسئله معارف و تعلیم و تربیه چون یکی از رکنهای مهم دولتداری و منبع اساسی تشکل ذخیره‌های انسانی در کشور مورد توجه دائمی ما قرار دارد. ما ضمن پیام و سخنرانی‌های خود در ارتباط به ساحه معارف همیشه دستور و سپارش‌های مهم و مشخص داده رشد پیگیرانه آن را در سیاست کنونی دولت و حکومت همچون مسئله اولین درجه ارزیابی می نماییم. آموزش و تحلیل وضع مکتب و معارف و تعلیم و تربیه در مرحله اول استقلالیت دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان را موظف گردانید که برای در سطح ضروری براه ماندن رشد ساحه معارف چاره‌های سری وقتی و مؤثر اندیشد و دوره به دوره با قبول سندهای معیاری حقوقی و کنسپسی‌های و برنامه‌های دولتی جهت برطرف کردن مشکلات ساحه نهایت افضلیتناک اقدام جدی را عملی گرداند. اولین سند تنظیم کننده ساحه معارف قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف بود که لایحه آن هنوز 26 آگوست سال 1991 به تب رسیده مورد محاکمه عموم قرار داده شد و وابسته به دیگر شدن اوضاع سیاسی قانون مذکور 27 دکبر سال 1993 از جانب شورای عالی جمهوری تاجیکستان قبول گردید. مورد یادآوری است که
در چنین مرحله حساس و مسئولیتناک اهل معارف جمهوری به مشکلات اقتصادی و ناآرامی کشور نگاه نکرده، بهر تطبیق قانون مذکور از همه امکانیت‌ها استفاده برده توانستند که مجرای تعلیم و تربیه را از مؤسسه‌های تا مکتبی سر کرده تا مکتب‌های عالی به قدر امکان به راه مانند. حکومت مملکت نیز در برابر حل مسئله‌های سیاسی و اقتصادی برای رشد و از نوسازی مکتب و معارف کوشش زیاد به خرج داد و در سمت بهتر نمودن روند تعلیم و تربیه در مؤسسه‌های تعلیمی تا اندازه موفق گردید. ما برای تعمیر و ترمیم مؤسسه‌های تعلیمی تدبیرهای ضروری اندیشیده، مکتب‌های سوخته و ویران شده را از نو برقرار و برای به تحصیل جلب نمودن آموزگاران و خوانندگان، خصوصاً دختران که از تحصیل دور مانده بودند، تدبیرهای علاوگی اندیشیدیم. و همه این نگاه نکرده آخری سالهای 90 وابسته به سطح پست زندگی، نبودن شرایط مساعد در مؤسسه‌های تعلیمی، نرسیدن آموزگاران و غیره، زیاده از 35% بچگان سنی مکتبی به تحصیل فرا گرفته نمی شد. در بعضی منطقه ها باشد با سببهای گوناگون کودکستان ها از فعالیت باز مانده بودند. وضع مکتب اینترنت ها به تحصیل فرا گرفتن کودکان دشوار تربیه، کودکان معیوب و علت جسمانی داشتن نیز خیلی تشویش آور بود. با دستگیری ما حکومت کشور در این دوره برای اصلاح وضع به وجود آمده چاره‌های سودمند اندیشیده، از بودجه دولتی مبلغ‌های مقصدناک جدا نمود و برای جلب کودکان، آموزگاران و مربیان به تحصیل تدبیرهای علاوگی را عملی نمود. چاره‌های اندیشیده ما نتیجه‌های نظررس دادند. مبلغ‌های جدا شده بیشتر به مستحکم کردن پایه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی، بنیاد مکتب‌های نو، تعمیر و ترمیم بناهای کهنه، ساختن صنفخانه‌های علاوگی و تالار و میدانچه‌های ورزشی روانه گردیدند. می توان گفت که از سال 2000 در رشد و پیشرفت معارف مرحله نو شروع گردید. معتدل گردیدن وضع سیاسی به بالاروی سطح اقتصاد و تطبیق سیاست اجتماعی در جمهوری مساعدت نمود. شما گفتار 12 را از روی اثر افقهای استقلال پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.